سلام بچه‌ها، امروز میخوایم بریم اصلا در مورد ما حرف نزنیم. امروز میخوایم بریم با پدرمون بیلیارد بازی کنیم و الان من آماده شم و بزنیم. بچه اومدیم سرزمین چشم‌بادوم زمینی ها به گل پدرم و اینجوری، حالا اینجا معلوم نیست، ببینید کلا اینجوریه. بریم تو و ببینیم کی شکست میخوره. دست اول من بردم، دست دومم که پدرم. الان داریم دست سوم بازی کنیم ببینیم چی میشه. فعلا که ایشون داره خیلی خوب میبره. باره پخش شد به خاطر اینکه دست قبلی رو من زدم ای تو به چخ داده، بخاطر همین مجبوریم دوباره شروع کنیم و الان شد 3-1 فکر کنم اگه اشتباه نکنم. الان دست چهارم داریم ببینیم کی میبره. خب این دستم باز من باختم متاسفانه و شدیم 4-1، ولی خوب بازی کردیم با پنالتی. الان پخش میکنه و هیچی نمیده. بله این دفعه هم باز باختیم و شدیم 5-1. بعد چند دست بعد بردمش و شدیم 5-2. ایشون داره بد میزنه ما رو. 5-3 و بالاخره بردمش. داره داغونمون میکنه ما رو. یک شوجه زیبایی دیگه. بازم باختیم و 7-3. آیا آخرین دسته ببینیم چیکار میکنیم. This is Elon Musk. This is Elon Musk. خب بچه ها دیگه اینم از این و 7-5 باختم. خیلی باخت سنگینی بود ولی خوب بازی کردم. یه هفته پیش آمده بودیم اونا 7-0 باخته بودم. اون خیلی اینم این مکان است، مکان ژاپنی چینی، حالا کره زیاد نمیشناسم. بعد آره خلاصه بازی خیلی خوب بود. الان میریم پمپ بنزین یه چی بخریم بخوریم، بعد دیگه بریم خونه. بعد احتمالاً من اونم اینجا دیگه ویدیو تموم کنم.
آقای خلاصه پمپ بنزین و بریم با 15 دلار ببینیم چی میتونیم بخریم. خب بریم های خب ببینیم از اینا دارن این نوشیدنی بخریم. این دیگه قهوه سرد داشت اونش خیلی خوب بود. اینا آبجو فکر کنم نه اون سمت بود. بذار اون سمت رو چک کنیم. اینا هست. از اینا اگه بشه بگم قیمتش 439 دلار فهم میکنه قیمتش. 2,000 years later. یه دونه Much later. نمیدونم واقعا چی بگم. یه دونه والینیانی میگیریم. قهوه والینیانی تبلیغ نیست، اشتباه نفهمید. خب من حسابش کنم بعد خدا نگهداری باید بکنیم. گرفتیم قهوه‌مونو و با ایشون هم حرف زدیم و همین. ویدیو تا اینجا بود. مرسی که تا اینجا دیدین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. با ویدیوی بعدی میبینیمتون و خدا نگهدار. This is Elon Musk.